یک حسی نوبتی پیشکش شما میکنیم درباره آدمایی که کمتر عقلشان کمک کریششان رفتگی مرحبا. باد و هوا هم روز به روز گرم. یک навор сохта шудагаи бо дастгирии сайти 1xbet дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. صبح صادق خنده بر لب نصیب روزی شما برادران شیر محمد یاوان. یک حسی نوبتی پیشکش شما میکنیم درباره آدمایی که کمتر عقلشان کمک کریششان رفتگی مرحبا. باد و هوا هم روز به روز گرم. یک دیوانه میخزه یک عراوی خالی باد میگیره، بالاش دیگه لسنیپسه میمونه، یک دو ستیل میمونه، تنش ده پجر نمینویسه. اما خیمه روی دوری شهر ده گیر گشته. این پجر نی پترول یک که میبینن یک آدم عراو ده لسنیپسه ستیل کسکه تنه عراو ده پجر نوشتگی در دستی عراو یا سگ بستگی، ای گردنی سگ بند بودگی، در قفا در خوی پیشک بستگی. انا خیلی تیلت کده چگیر باد کده رفتن پجرنیکا میبینن این حالت میان میگن ای برادر تو چی کار کدهسی؟ او گفته من پجرنی ماشینو گفته تو نیپرای نکدی، باید تی بند ای گردنی سگ میگیرستی در خوی پیشک نمیبستی، در گردنش میبستی. رفتن تام عجایب میشید، نستایش پجرنی ماشین میشید. گفته نه براتن اگر این بنده که گردنی سگ بگیرم در گردنی پیشک بندم، این ماشینی من به میگالکه میشه. این پیشک ای قفا وعص کده رولی میگالکه رو بازی داره. سلام برادرای غریب شیر محمد. پیش ای در آمدن این درگاه خواستم به شما یک خیسی اپسنی ای خانوم ها منظرت میخوایم خیسه را تماشا نکنن. ای پتپسچیکای سر شما شیر محمد یا که ماز میگنه لایک رنگ گداها تقسیم نکنید بو شب جان بدم. یا میرزابک بوده خطی یا فاطمه، هر دوش عشق محبت گرانی داشتن. خیلی کار هفته ها ماه ها سال ها میکشن، همه کار رفتن میگیره. یا بگه میرزابک میگیره فاطمه را کوارتی را فیرو میکنن، میشیرن دیگه میزنن شامپانه، میزنن کوری گریل، میزنن پیمی محشره. میرزابک میگه فاطمه جان من خطی باید یک خواهد کنه. نه گفته ولی ما دخترم اوچم میکشم. با سهر دنبالی میره پیش گینیکولوگیا بروزه. گینیکولوگیا شرمنده میشه. فاطمه مست میشه سگره میرزابک کاری که دیگه در حق فاطمه میکنه. سهر فاطمه میکنه دیگه سر رو کنده. انا که چی خیلی میشه ما اوچم ده چی جا اومدم حالی پرابلم زیاد میشه. گپ خبر بسیار داد و ویلا. سگره میرزابک میگیره یا پروبکی شامپانس گیر میگیره، در بالاش اتکتکی کوری گریل میچسباند، دوری فاطمه ده لغت میکنه. انا میخواستی میگه همه نرمال نمیشه. فاطمه میای خانه آچش پیشواز بگیرشه بجم دختر جان تیار شو پیش گینیکولوگیا میریم. پیش گینیکولوگ میرم فاطمه رو تاریک رزلاد میرن. دکتر همه خیلی نگاه میکنه هوش ایسرش میره پس میره پیش میویه، پس میره پیش میویه. آچی فاطمه چی میگه؟ دکتر جان تینجا دخترم با دختر نیسته چی؟ نه گفته دختر نه که با در دروش اتکت که چسبانیان سراغ گاد نسشم هسته.